سلام، مرسا هستم و تو این ویدیو میخوام خیلی سریع فشرده و کاربردی بهتون بگم چطوری میتونیم پارتنر مورد علاقمون رو پیدا کنیم. موضوعی که میدونم به خیلی ها میتونه کمک بکنه. حتما با دقت گوش بدین. هر بحثی هم که دوست داشتید مفصل‌تر توی ویدیو دیگه بازش کنم توی کامنت ها بهم بگید. مورد اولی که واقعا به نظرم عنوان یه فکت هممون باید بدونیم اینه که داشتن یه رابطه سالم سرعت رشد ما رو زیاد میکنه و کلا آدمای های ولیو به جای اینکه دور خودشون رو با کلی آدم شلوغ کنن و تو روابط تاکسیک خودشون رو گیر بندازن، با یه آدمی که داره به رشدشون کمک میکنه، یارشونه، همراهشونه، توی رابطه لانگ ترمن. حالا ممکنه موارد استثنا هم وجود داشته باشه، ولی یه واقعیته. وقتی تو یه پارتنر خوب داری، به رشدش داری کمک میکنی، اون به رشدت داره کمک میکنه، به هم دارین آرامش میدین، انرژی میدین، انگیزه میدین، سرعتتون برای رشد کردن به شدت میره بالا. حالا چطوری این پارتنر جذابمون رو پیدا بکنیم؟ نکاتی که دارم بهتون میگم واقعیتش 80% 70%ش از کتابا و مقالاتیه که خوندم، تحقیقاتی که انجام دادم، 20% هم تجربه است و شماها توی کامنت ها از تجربیاتتون برام بنویسین. قطعا من کلی میتونم یاد بگیرم و کلی میتونیم به هم یاد بدیم. مورد اولی که وجود داره و به نظر من یه نکته خیلی کلیدیه اینه که بدونید اینکه شما آدم جذابی باشین، آدم‌ها بخوام با شما ارتباط بگیرن، در واقع اون آدمی که تو دوست داری باهات ارتباط بگیره، تو نباید دنبال این بری که سری تریک و تکنیک یاد بگیری که چجوری آرایش کنی، لباس بپوشی، تیپ بزنی، حرف بزنی، تکست بدی که حالا به قول خودمون مخ طرفو بزنی. نه. یا حالا مدل دخترانش اینطوریه که میگن یه جورایی ما به اون آدم یه نخی بدیم، یه جورایی بتونیم جذبش بکنیم. مسئله اصلا اینا نیست. مسئله اینه که پایه و اساس داشتن یه رابطه عاطفی سالم، داشتن شخصیت سالم و داشتن لایف استایل سالمه. و به جای اینکه تو دائم از خودت بپرسی من چجوری آدما رو جذب کنم، چجوری دلبری کنم، چجوری حالا پسرانش مخ بزنم، باید به این فکر کنی که اون تیپ شخصیتی که من خوشم میاد، اون تایپ دختر یا تایپ پسری که من خوشم میاد، اگر که من جای اون بودم چه پارتنری میخواستم، اگر که من جای اون بودم چه انتظاری از شریک عاطفی خودم داشتم. و اون موقع است که یه سفر توسعه فردی و رشد فردی برای تو شروع میشه که روی خودت کار کنی، روی اینکه شخصیت سالمتر و قوی‌تری داشته باشی و لایف استایل بهتری داشته باشی. این اون چیزیه که باعث رشد تو میشه. حالا موارد استثناء و مواردی که حالا خیلی حاصل شانس و اتفاق بودن و تو اینستاگرام و اینا داریم عکساشون رو میبینیم، اینا رو معیار قرار ندید. داریم خیلی منطقی و خیلی جنرال در مورد موضوعاتی حرف میزنیم که میتونه در حیطه کنترل ما باشه و میتونه بهمون تو این مسیر کمک کنه. مورد دیگه ای که باید حواسمون باشه و به نظر من خیلی مهمه اینه که شما اگر کرکتر نیدی بیهیویر هستید، یعنی شخصیت نیازمند، برای اینکه خوش بگذره بهش باید یکی همراهش باشه، برای اینکه غذا بخوره باید یکی پایش باشه، باشگاه بره یکی همراهش باشه، سفر تنهایی نمیره، هیچ جا بدون همراه نمیره، اگه کسی پایش نباشه هیچ کاری رو شروع نمیکنه، تا میره تو رابطه احساس نیاز پیدا میکنه، کل زندگیشو تعطیل میکنه فقط به خاطر اینکه بتونه پارتنر خوبی باشه. خب این کرکتر، این شخصیتی که حس اینو داره به بقیه میده که من بهتون نیازمندم، من بهتون احتیاج دارم، آدما ازش دور میشن و شخصیت قدرتمند و مستقلی نیست. حتما باید این موضوع رو توی خودمون حل بکنیم و من قبلا اینو گفتم، هر چقدر که ما احساس نیاز کمتری به کسی داشته باشیم، بیشتر میتونیم اون آدم رو توی زندگیمون داشته باشیم. پس لایف استایل خودت رو داشته باش، برنامه‌های کاری خودت رو داشته باش، رویاهای خودت رو داشته باش، برای خودت مرزهای خودت رو داشته باش و خب در این حال فرصت اینو بده که یه نفر بیاد و تو بخشی از زندگیت بخواد شریک بشه و با هم بخوایم یه سری از مسیرها رو به شکل مشترک طی بکنیم. یه اشتراکی اینجا وجود داره اما فردیت تو نباید زیر سوال بره. پس تایپ شخصیتی نیازمندی که حاضر هر جور باجی بده، هر جور از خودگذشتگی بکنه فقط برای اینکه آدما توی زندگی همراهش باشن رو باید از خودتون دور کنید و اگه خودتون نمیتونید به تنهایی این کارو بکنید، از تراپیست کمک بگیرین و درمان کنید خودتون رو. به شدت مانع این میشه که شما یه رابطه عاطفی سالم رو تجربه کنید. مورد بعدی که میخوام بهتون بگم خیلی به خودم کمک کرد. تصورتون رو از عشق درست کنید، واقع بین باشید در مورد عشق. ما وقتی که از عشق صحبت میشه خیلی از ماها تصویر عشق رمانتیک میاد تو ذهنمون، فیلم‌های عاشقانه، کتاب‌های عاشقانه. خب ببینید تصویر وقتی غلطه تو هیچ وقت نمیتونی انتظارات درستی داشته باشی از پارتنرت و همیشه به مشکل میخوری تو روابطت و از یه جایی به بعد دیگه رابطه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. تو این زمینه من کتاب سیر عشق آلن دوباتن رو خوندم، خیلی بهم کمک کرد. خلاصه و فشرده اون کتاب میشه کتاب آگاهانه دوست داشتن از آلن دوباتن که کمک میکنه
یه سری فایلای در مورد عشقم توی سایت گبوک هست که بهتون پیشنهاد میکنم گوش کنید. و چند تا مثال بخوام براتون بزنم. اول از همه این که پارتنر شما پدر یا مادر شما نیست، درمانگر شما نیست، معلم شما نیست، پارتنرتونه. انتظارتون باید واقع بینانه باشه. و اینکه ما نباید انتظار داشته باشیم پارتنرمون حدس بزنه توی ذهن ما چه خبره، اگه دوستم داره بعد بفهمه من چی میخوام. نه، تو باید توضیح بدی، شفاف بتونی باش گفتگو کنی، نیازتو بگی، خواسته‌هاتو بگی، دغدغه‌هاتو بگی. اون وظیفش حدس زدن نیست و توان حدس زدن هم نداره، چون ما انسان هستیم و پیچیده‌ایم و خودمون یه موقعی نمیدونیم تو سرمون چی میگذره. چجوری از پارتنرمونه این انتظار رو میتونیم داشته باشیم؟ مورد دیگه‌ای که وجود داره اینه که به هر حال آدم‌ها از محیط‌های تربیتی متفاوتی میان. ممکنه یه چیزی که برای شما خیلی خوشاینده برای اون خوشایند نباشه و باید آدم‌ها توان گفتگو داشته باشن، توان صبوری کردن داشته باشن، بتونن با هم کنار بیان و نباید این انتظار داشته باشی که هر طوری که باشی اون آدم باید تو رو بپذیره چون که دوستت داره. چرا باید یه آدم کسی رو که به خودش توجه نمی‌کنه، بر خودش احترام قائل نیست، به خودش نمیرسه رو دوست داشته باشه؟ هر آدمی به میزانی که بر خودش ارزش قائله در واقع به آدم‌ها فضا میده برای اینکه دوستش داشته باشن. پس انتظارهای بیهوده رو نباید داشته باشیم و باید نگاهمون از عشق واقع بینانه باشه. پیشنهادمون کتابا و منابعی بود که گفتم که بخونید و تصورتون رو از عشق واقعی کنید. مورد بعدی که میخوام بهتون بگم اینه که خواهشاً اگر پروژه تموم نشده توی زندگیتون دارین، برای شروع یه رابطه جدید پلن نریزید. هی نرید دیت، هی نرید با آدمای جدید صحبت کنید. پروژه ناتمام یعنی چی؟ یعنی مثلا تو رابطه قبلیت هنوز موندی، هنوز ذهن درگیر اونه، بهش فکر میکنی، به هم میریزی، یا مثلا تو حوزه کاری خودت همه چی به هم ریخته، حوزه کاریت به هم ریخته، میخوای شغلتو عوض کنی، بدهی داری، نمیدونم یه پلن مهاجرتی داری که احتمالا 1 سال آینده زندگیت خیلی پرتلاطمه. وقتی توی همچین شرایطی هستی که نمیتونی یه رابطه عاطفی سالم و جدی رو شروع کنی. تازه ممکنه این رابطه باعث شه که تو خود بیشتر آسیب ببینی، به یه نفر دیگه هم آسیب بزنی. پس وسط پروژه های ناتمومتون وارد رابطه نشید. بذارید اون پروژه تموم شه، بعدش وارد رابطه بشید. هم به خودتون آسیب میزنید، هم به نفر مقابل. و به نظر من حداقل توی اینجور شرایط معمولا نمیشه رابطه عاطفی سالمو داشت. خیلی نقشا سر جای خودشون نیستن و شما تمرکزتون روی اینه که یه پروژه رو تموم کنید و اصلا تمرکز کافی و انرژی کافی برای اینکه یه رابطه رو بسازید ندارید، یه رابطه سالم رو بسازید ندارید. با پروژه ناتموم وارد رابطه جدید نشین. مورد بعدی، آدم‌های مناسب، مکان‌های مناسب. تو اگر بخوای که آدم‌هایی که دوست داری رو ببینی و آدم‌هایی که احتمالاً تو براشون جالبی بخوان تو رو ببینن، شما باید در لوکیشن مناسب خودتو قرار بدی تا این مواجهه اتفاق بیفته. نه اینکه بری اینجور جاها که دوست پیدا کنی، یا فقط برای اینکه در معرض این باشی که آدم‌هایی که احتمالاً برای تو جذاب هستن و تو برای اونها جذاب هستی فرصت معاشرتی باهاشون ایجاد بشه، فرصت آشنایی ایجاد بشه. مثال برات بزنم، اگه توی آدم درونگرایی هستی که اهل کتاب، فلسفه دوست داره، رشد براش مهمه، دوست داره پیشرفت بکنه، طبیعتاً تو پارتنر خودتو توی پارتی نمیتونی پیدا بکنی یا تو دور احتمالش خیلی کمی که پیداش کنی. بهتره که بری مثلا برنامه‌های فرهنگی، تو کتاب فروشی‌ها قدم بزنی، محیط‌هایی بری که احتمالاً آدم‌هایی که این علایقو دارن بیشتر میرن، پاتوق اون جور آدماست، و کلاس‌هایی رو شرکت کنی که باز احتمالاً آدم‌هایی که دغدغه‌های این چنینی دارن اونجاها پیداشون میشه. و توی مرکز خرید و وسط خیابون و مهمونی واقعا خیلی احتمالش کمه که تو بتونی پارتنر مورد نظر خودتو پیدا کنی. پس خودتو خوب بشناس، چیزایی که میخوای و بدون، و جای اشتباه دنبال پارتنر نگرد. و جای اشتباه اگر با یه آدمی آشنا میشه حواست باشه که اون جای اشتباه ممکنه اصلا تو رو با آدمی آشنا بکنه که هیچ سازگاری با تو نداره، صرفا یک کمیستری بینتون ایجاد شده. اصلا قصه همینه. بذار قصه رو بهت فرمولش رو یاد بدم دیگه، خودت دیگه دستت میاد. ببین ما یک کمیستری داریم. کمیستری چیه؟ اون احساس گرم و مبهمیه که وقتی یه نفری رو میبینی بهت دست میده، یه جرقه بینتونه، اینکه احساس میکنی بهش تمایل داری، بهش داری جذب میشی، به این میگیم کمیستری. سازگاری چیه؟ سازگاری اون تفاهم آدم هست. یعنی اون چیزی که باعث میشه آدما با هم مشترک بتونن تفریح کنن، با هم حرف داشته باشن، یه مسیر مشترکی با هم داشته باشن، بتونن ساعتها با هم در مورد یه موضوعی حرف بزنن، انگار یه جاهای خط فکریشون به هم دیگه
نزدیکه و اشتراکاتی با هم دیگه دارن که براشون داره فرصتی برای گپ زدن بیشتر، معاشرت بیشتر ایجاد میکنه. مثلا لایف استایلشون بخش مشترکی داره، مثلا هر دوشون نایت پرسنن یا مورنینگ پرسنن، عقاید سیاسیشون، مذهبیشون، موضوعات این شکلی. اگر که تو با یه آدمی فقط کیمستری خوبی داشته باشی، یعنی بهش تمایل داشته باشی اما سازگاری باش نداشته باشی، تو وارد رابطه سمی و تاکسیک شدی و آره شماها با هم دیگه وارد رابطه میشید ولی همیشه با هم در تعارضین، به مشکل میخورید و آسیب میبینید تو اون رابطه. اگر هم رابطه‌ای باشه که تو با اون آدم خیلی سازگاری، لایف استایلتون، طرز فکرتون، علاقتون خیلی با هم مچه، اما کیمستری بینتون نیست و این جذبه، این تمایل اونقدر که باید نیست، باعث میشه که رابطه خسته کننده و بورینگ رو داشته باشین و خیلی زود دل همدیگر رو بزنید یا باز به یه شکلی یه طرف تو این ماجرا آسیب میبینه. مورد دیگه ای که وجود داره و خیلی مهمه اینه که حتما برای خودتون مرزبندی سالم داشته باشین. اجازه ندید آدم ها عزت نفستون رو بدزدن. عزت نفس ما، سلف استیم ما ارزشمندترین داراییمونه. اجازه ندید کسی بدزدتش. بدون که اولویتات چیه، ارزشات چیه، باندری و مرزهای خودتو بشناس. اپیزود حد و مرز جافکری رو گوش بدین، اونجا مفصل تر توضیح دادم. اینکه تو بدونی چه چیزی رد فلگ برای تو، اینکه بدونی چه چیزی رو ناراحت میکنه، چه چیزی احساس بدی به تو میده، اینا همه باعث میشن که تو خیلی راحت بتونی خودت رو نجات بدی از مواقعی که داره یه رابطه تاکسیک شکل میگیره و نذاری کسی عزت نفس تو بدزده. اگه کسی احساساتت رو نادیده میگیره، بهت احترام نمیذاره، ارزش و قدر تو نمیدونه و به مرزهای تو توجهی نداره، داره به تو آسیب میزنه، تو باید باش گفتگو کنی خیلی صریح و شفاف و اگر بی‌اعتنایی میکنه به این گفتگو، فاصله بگیر. نذار که عزت نفس تو آدمو بدزدن، چون یکی از دلایلی که باعث میشه به مرور آدما نتونن وارد رابطه عاطفی سالم بشن و اصلا نتونن یه رابطه عاطفی سالم رو ایجاد کنن اینه که گذاشتن بقیه آدما عزت نفسشون رو بدزدن و دیگه چیزی از این عزت نفس نمونده و پروژهشون الان باید این باشه که این عزت نفس رو احیا کنن و دوباره بسازنش. نذارید عزت نفستون از دست بره. چارچوبای خودتون و مرزهای خودتون رو داشته باشین، رد فلگ‌های خودتون رو داشته باشین، بدونید چه چیزی خط قرمز برای شما، اولویتاتون رو بشناسین. پول، ظاهر، سن، این موضوعاتی هستن که همه تو اینستاگرام میگن مهم نیست و پست‌های فلسفی و خیلی شاعرانه در موردش میذارن، ولی واقعیت اینه که مهمه. پول، ظاهر و سن مهمه، ولی میزان اهمیتش برای هر کسی فرق میکنه. برای خودت مشخص کن که هر کدوم از اینا چقدر برای تو مهمه و چه آیتمای دیگه‌ایه که برای تو مهمه، ارزشه و با خودت شفاف و کلیر باش. وقتتو تلف نکن توی رابطه. و مورد آخر، اگه شما هم مثل من سینگل هستین، یادتون باشه که دوران مجردی فرصت‌های خاص خودش رو داره. به معنی این نیستش که اگر که ما تنها هستیم یعنی زندگیمون کامل نیست. الان هم کامل همه چیز و فرصت‌های زیادی برامون هست. میتونیم بیشتر روی کارمون وقت بذاریم، روی خودسازیمون، روی ساختن یه لایف استایل سالم، تفریح‌های مختلف رو بریم امتحان کنیم، تنهایی سفر بریم و با تنهایی خودمون عشق کنیم. من این قولو میدم اگر یه نفر با تنهایی خودش خوشحال باشه، خیلی زود دوره تنهاییش تموم میشه. و یه ترسی که خب خیلی از آدم‌ها دارن اینه که اگر ما واسه رشدمون وقت بذاریم، اگر آگاهیمون زیاد شه، اینطوری فرصت‌های کمتری برامون وجود داره. به خصوص دخترها خیلی تکس میدن که این افزایش آگاهی باعث میشه که کیسای کمتری داشته باشیم. به نظر من اینطور نیست. وقتی که تو رشد میکنی، درسته که آدم‌های کمتری ممکنه شبیه تو باشن، چون آدم‌های کمتری هستن که موفق هستن. آدم‌های معمولی، شکست خورده، آدم‌هایی که هیچ استانداردی ندارن خب زیادن. طبیعتا تو وقتی وارد یه مدار بالاتر میشی، تعداد آدم‌ها کمتر میشه، ولی اونقدری آدم هست که تو بتونی پارتنر مورد نظر خودتو پیدا بکنی. و در مورد دخترها هم که این نگرانی رو دارن، اصلا نگران نباشین. همیشه در زمان خودش سر و کله یه آدم شجاع و جذاب پیدا میشه که درخواست دوستی میکنه و این دیگه شما هستین که بر اساس استانداردها و ارزش‌هایی که دارین میتونید انتخاب کنید.